شکر عزیزم. الان از کلام خدا هم گوش میکنیم. دعا برای کلیسا. الحال در عقوبت‌های خود برای شما شادمانم و کمی اندوه‌های مسیح را در جسم خود برای بدن او که کلیساست پر میکنم که من خدمتگزار آن گردیدم موافق وکالت خدا که برای شما به من عطا شده است تا که موعظه کلام خدا را بجا آورم، یعنی آن سر را که عصرهای عصر از نسلها نهان بود و حالا به مقدسان او آشکار شده است، که به آنها خدا توجه نموده آگاهی داد که ثروت جلال این سر را برای خلقها آگاهی دهم، و آن سر این است که مسیح در شما امید جلال است و او را ما موعظه نموده به هر کس میفهمانیم و به هر کس هر حکمت را یاد میدهیم تا که هر کس را در عیسی مسیح کامل گردانده حاضر کنیم. برای همین هم من مهنت میکنم و با تأثیر قوت او که در من قادرانه عمل میکند جد و جهد مینمایم. اگر محتاجی برای دعا هستی برای ما بنویسید عزیزم. ما هم برای شما دعا میکنیم.